بینای تعلیمی که در این روز مورد بهره برداری قرار گرفت در نزد مؤسسه رقم 59 ساخته شده است. همایون نظیرов هر صبح برای رسیدن تا مؤسسه تعلیمی و از بر ماندن دانش مسافه 2 کیلومتر را طی می‌نمود. با ساخته به استفاده دادن بینای نوی تعلیمی در نزد خانه‌شان او خوشحال گردیده ایثار منتداری بیان می‌کند. ما نوجوانان دهر خیلی خوشحالیم که در نزد خانه‌مان یک بینای نوی تحصیلات ساخته به کار درآورده شده است. ما قول می‌دهیم که بر این غمخوری‌های دولت و حکومت با بهای خوب و اعلا خوانیم. سیمخانه‌های بینای علاوه‌ای که این هم در زمینه دستگیری‌های حکومت مملکت از طرف صاحبکار محلی جورابک موهیبوف و سهم ساختمانی محلی ساخته شده است بر هوا بوده دارای امکانات فراوان خانش می‌باشند. انشاءات از 4 سیمخانه عبارت بوده برای 200 خواننده در 2 بس پیش بینی شده است. کیته عمومی زمین جدا گردیده برای ساختمان بینای نوی تعلیمی 80 بند 101 میباشد. کارهای ساختمانی کمتر از 1 سال ادامه یافته بنا اساساً به طور حشر بنیاد گردیده است. میز و کرسی و دیگر لوازمات خوانش در مؤسسه مذکور پورا مهیا بوده خوانندگان در شرایط مساعد به تعلیم فرا گرفته میشوند. بینای مذکور با تشبث صاحبکار محلی موهیبوف جورابک ساخته به استفاده داده است. پیش از آغاز این بنا برای تعلیم و تربیت نسل نورست سیمخانه‌های تعلیمی کفایگی نمی‌کردند. در صورت به استفاده داده شدن انواع بینای نوی تعلیمی عبارت از 10 سیمخانه این مشکل برطرف کرده شد. در مجموع امروز در شهر ترسونزاده برای به تعلیم فرا گرفتن قریب 1000 خواننده شرایط مهیا گردیده است. کارهای سازندگی و بنیادگذاری در دیگر انشاءات شهر خاصه مؤسسات تعلیمی ادامه دارند. روند با مرام کارهای ساختمانی در مؤسسه دولتی خانه کودکان روی نوار آورده شد. طبق نقشه چاره‌بینی‌ها به خاطر استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالات دولتی در نزد مؤسسه مذکور یک بینای تعلیمی عبارت از 3 آشیانه و 20 سیمخانه بنیاد می‌گردد. این هم با مبلغ‌گذاری صاحبکار وطندوست جورابک موهیبوف ساخته می شود. این زمان کارهای ساختمانی در ته کرسی بنا رفته ایستاده و ساختمانچیان نقشه دارند تا اول ماه سپتامبر سال 2019 آن را به استفاده دهند. اطلاع داده شد که این زمان تربیتگران خانه کودکان در دیگر مؤسسه‌ها به تعلیم فرا گرفته می شوند و بعد به استفاده سپردن بینای نو امکان پیدا می گردد که آنها در همین مؤسسه بعد دانش اندوزی فرا گرفته شوند.